به بلاگ اولین سفر تنهایی خوشم. خب بچه‌ها من آماده شدم الان این شکلیم. الان میخوام برم ساندویچ درست کنم. وسایلمو که جمع کردم دیگه، بزن بریم. خدا قیافه‌اش نمی‌کنه واسه شو شیر ریختم. دارم ساندویچ‌ها رو حاضر میکنم اگه میبینید. آره ببینید ما چقدر حیوان داریم خونمون. آسکر جان و 2 گربه. الان بریم پیش بقیه‌شون. مامانم هم الان بیدار شده راستی. من پایین پوشیدم. فستق. سلام فستق. جویزم اونجاست. البته جویز باید این ور باشه. جویز بیا تو. بیا تو. آفرین. بیا اینجا. باز گیر کردی که تو جویز. بیا تو. آخه چقدر این بشر ناز. خدای من. سلام. چیکارم؟ من حاضرم. من اومدم. لیتس گو. باشه مامان. چطور شدم؟ پشتم هم یه کود است. ما راه افتادیم الان به سمت کزلای مال که بچه ها رو برداریم. خنه‌هامو دیدیم بچه ها؟ خیلی ناز شده نه؟ خب بچه ها الان ما بچه ها رو برداشتیم. شارینا سالار هستیم. معرفی میکنم همگی با همدیگه پیش به سوی کجا؟ فیلیوس. خب بچه ها همگی حاضرید؟ آقا بابک میخواین توی ولاگ من سلام بدید؟ سلام میکنم به همه بیننده ها بچه ها ما نشستیم الان. بچه ها الان همه سوار شده. یعنی فکر نکنیم میفتم دنبالت. یعنی گم شدین کجا میفرستی اینو؟ بچه ها ما رو الان اینجا نگه داشتن. اومدم 2 اونیگیری گرفتم. عاشقت بودم. بچه اومدیم اینجا وایسیم یه ذره غذا بخوریم، یه ذره وایسیم و اینا خستگی در بکنیم چون خیلی رقصیدیم دیگه. آره دیگه جیگرم. بچه ها کفتار عاشق ببینم آدم بد میشه. نمیدونم چرا ولی چه روز خوبیه. یه استاپ دیگه بچه ها.
یه استافه من دلم دل به جدایی میدونم تو هم مثل منی نمیتونی باشی ولی عشقی شد. خب بچه ها ما رسیدیم الان اومدیم اینجا ببینید چه جای خفنیه بچه ها اشغال برا بچه ها ببینید اومدیم کجا عشق کنید فقط ویوره داداشیا اشغال خب بچه ها دیگه داریم میریم کم کم یکم دیگه مونده فقط اینجا رو ببینید چقدر قشنگه من رفتم لباس پوشیدم یه ذره آرایش کردم بیوره خب بچه ها الان ما نشستیم داریم میریم خب میبینید که همه خواب هستن ولی رسو هنوز بیداره همه دست یک دو سه ندونه دور درنگه